سلام بچه ها، امروز اومدیم یه سر به فروشگاه هوفوز بزنیم. یکی از معروفترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکاست که بیشتر به خاطر محصولات ارگانیک و سالمش شناخته میشه. شاید جالب باشه بدونیم این فروشگاه الان زیر مجموعه کمپانی آمازونه. کمپانی آمازون سال 2017 سهام این فروشگاه رو به قیمت 13 میلیارد دلار خرید. همون اول که وارد فروشگاه میشی بخش گل و گیاهای تازه توجهت رو جلب میکنه. واقعا به نظرم خوشگل و دیدنی هست. بعد از اون میرسیم به بخش میوه و سبزیجات تازه. یکی از معروفترین قسمت های این فروشگاه تنوع زیادی از میوه و سبزیجات تازه است. اینجا همه چی ارگانیک پیدا میشه و خیلی از مشتریا به خاطر کیفیت بالای همین محصولات برای خرید به این فروشگاه میان. دنبال گوجه فرنگی تازه میگشتم که پیدا کردم. بعدش هم رفتم سراغ بلوبری و هلو. راستش بخش میوه سبزیجات اینجا یکی از قسمت‌های مورد علاقه من از این فروشگاه، چون معمولا محصولات خیلی تازه و با کیفیت داره. دنبال نوشیدنی ارگانیک میگشتم که اومدیم سراغ بخش نوشیدنی ها. آب پرتقال و آب انار گرفتم. یکی از چیزایی که من اینجا خیلی دوست دارم اینه که تنوع زیادی از آب میوه‌های طبیعی و تازه وجود داره که برای هر سلیقه‌ای پیدا میشه. اگه اهل غذای دریایی باشین که من عاشقشم، این قسمت واقعا جذابه. تنوع زیادی داره. یه جا میتونین میگو، خرچنگ تا صدف و هشبا پیدا کنین. حتی اگه قصد خرید نداشته باشین، دیدن این همه تنوع توی فروشگاه خیلی جذابه. اینجا رو ببین، یه نون با طعم سیر پیدا کردم که حتی کوینم بوش رو جذب کرد. یکم جلوتر رسیدم به بخش نوشیدنی‌های بزرگسالان. کلی شراب کشورهای مختلف مثل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا اینجا پیدا میشد که من یه دونش رو برداشتم. اینجا هم بخش زیتون و ترشیجات آماده سرو بود. انواع زیتون با طعم‌های مختلف، سبزیجات، ترشی، خوراکیایی که برای کنار غذا واقعا خوبه. خب اینم از خرید امروز. تا ولاگ بعدی، بای.